تربیت جسمانی و عموماً ورزش در مرکز توجه دولت و حکومت ما قرار دارد و نه تنها ورزشکارانمان بلکه انشاءات ورزشی ما نیز در عرصه بین المللی کشور ما را به طور ارزنده معرفی میکنند. از جمله چنین انشاءات همین قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی است که چندین مسابقه بین المللی با موفقیت در آن دایر شده است و همکنون از 19 مارس میزبان 11مین چمپیونات آسیا آید به کورش خواهد بود. هنوز وارد تالار ورزشی نشده جریان آمادگی به چمپیونات آسیا مشاهده میشد، زیرا استودیوی سیار جهت پخش این مسابقه تیاری میدیدند. هیئت کارمندان استودیوی سیار سیمکشی و جابجاگذاری تجهیزات نواربرداری را انجام داده یک به یک لوازم ضروری را از سنجش میگذرانیدند. در داخل تالار ورزشی نیز آمادگی در سطح ضروری ادامه داشت. قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی که از سوی پیشوای ملت افتتاح شده بود جهت میزبانی چمپیونات آسیا آید به کورش در سطح و جوابگو به طلبات بین المللی می باشد. گلیم مسابقه هموار شده مسئولان برگزاری مسابقه و داوران و دیگر افراد همگی مشغول کار بودند تا مسابقه بین المللی در پیش بوده در سطح ضروری دایر گردد. ضمناً در 11مین چمپیونات آسیا آید به کورش ورزشکاران حدود 25 کشور در این تالار با شکوه با هم رقابت میکنند. جهت اشتراک در این مسابقه کشورهای گوناگون بهترین ورزشکاران خود را فرستادند که در بین آنها چمپیون ها و جایزه‌داران جهان و بازی‌های آسیایی در رشته کورش می باشند. زمان نواربرداری ما نمایندگان چند کشور جهت آمادگی و آشنایی با شکل و طرز ورود به میدان نیروسنجی و حکم‌های داوران آشنایی بیشتر پیدا می‌کردند. قابل ذکر است چمپیونات آسیا آید به کورش در شهر دوشنبه روزهای 19 و 20 مارس در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی برگزار می شود و تلویزیون ورزش آن را به طور مستقیم پیشکش مخلصان و هواداران ورزش می نماید. در این مسابقه بین المللی تاجیکستان را 13 ورزشگر از جمله 7 مرد و 6 بانو نمایندگی خواهند کرد. همه چی آماده است. قصر با حشمت ورزشی آماده است، هیئت تکنیکی آماده است و استودیوی سیار هم برای پخش مسابقه آماده می باشد. فقط مانده است ببینیم که ورزشگران ما برای معرفی ملت و وطن تا چه حد آماده شدند.